بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على حبيب رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان نهایت مکرم و معزز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما دوستان عزیز هستم در قسمت 81 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. این قسمت از برنامه ما هم به ادامه چند قسمت گذشته در مورد بابی از ابواب نماز هست که او باب نماز مسافر و مریض هست. در دو قسمت گذشته در مورد مشروعیت نماز، مشروعیت قصر در نماز و همچنین در مورد مسافه‌ای که شخص مسافر میتواند که در او مسافه وقتی که به او مسافه سفر کند نمازهای خود را قصر بخواند یا احکام مسافر بر بالای او تطبیق بشود و همچنین در مورد مدتی که در یک شهر سکونت میکند شخص مسافر او را مسافر گفته می شود و در این مدت میتواند که نمازهای خود را قصر بخواند. این احکام را در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دو قسمتی گذشته خدمت شما بیان کرده بودم و این قسمتی از برنامه هم به ادامه از او در مورد جمع دو نماز در سفر که یکی از آسانی های اسلام عزیز برای شخص مسافر این است که شخص مسافر میتواند که در حالت سفر در بین نماز پیشین و نماز عصر جمع کند و هر دو را یک جایی بخواند و همچنین میتواند که در بین نماز مغرب و نماز عشاء جمع بکند و هر دو را یک جایی بخواند و همچنین بعد از او در مورد نماز مسافر احکامی که شریعت غرای اسلام برای شخص مریض تعیین کرده در مورد احکام شخص مریض، در احکامی که در نماز بر بالای شخص مریض تطبیق میشه. این احکام را در روشنی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این قسمتی از برنامه خدمت شما بیان خواهم کرد. در مورد جمع در سفر، جمع دو نماز در سفر، اصل این است که باید هر نماز در اوقات معینه از او خوانده شود. الله متعال می‌فرماید ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز بر بالای مسلمان ها فرض گردانیده شده در اوقات معین، اوقات معینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او را تعیین کردند که در قسمت های قبلی خدمت شما بیان کرده بودم حدیث حضرت جبرئیل که 2 روز آمدن برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمازهای 5 وقته را در اوقات معینی نماز دادن و گفتند که این اوقات نماز است، در بین این اوقات امتی تو میتواند که نمازهای 5 وقته خود را ادا کند. و همچنین الله متعال در وصف منافقین میفرماید که الذین هم عن صلاتهم ساهون. منافقین کسایی هستند که در نمازهای خود تساهل میکنند. در معنای ساهون روایتی آمده که معناش این است که یؤخرون الصلاة عن وقتها. ساهون معناش این است که نماز را از وقتش تأخیر میکنند. یکی از صفاتهای منافقین این است که نماز را به وقت خود نمیخوانند، نماز را از وقتش تأخیر میکنند. پس اصل در نماز این است که هر نماز در وقت خوانده شود که او وقتی از او از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما تعیین شده. و اما چون مسافر احکام خاص دارد، در جمله احکام مسافر این است که میتونه که در مابین دو نماز جمع کند، نماز پیشین را با نماز عصر یک جای بخواند و نماز مغرب را با نماز عشاء و این جمع به اتفاق علما است. همه علما به این جمع اتفاق دارند. جمهور علما قولشان این است که هم جمع تقدیم کرده میتواند و هم جمع تأخیر، به این معنی که حق دارد که نماز عصر را مقدم کند با نماز پیشین در وقت پیشین بخواند و همچنین نماز عشاء را مقدم کند با نماز مغرب در وقت مغرب بخواند و حق دارد که نماز ظهر را مؤخر بکند و با نماز عصر در وقت عصر بخواند و همچنین حق دارد که نماز مغرب را با تأخیر در وقت نماز عشاء هر دو را یک جای بخواند. این قول جمهور علما است. و بعضی از علما روایتی از امام احمد و امام اوزاعی روایت شده که قول با جمع تأخیر کردن، گفتن که فقط جمع تأخیر مشروع است اما جمع تقدیم نیست. یعنی اگر میخواد که جمع بکند
جمع تأخیر میکند، نماز ظهر را مؤخر میکند و در وقت عصر میخواند و همچنین نماز مغرب را مؤخر میکند، به تأخیر میندازد و در وقت عشا میخواند. اما علمای احناف و بعض علمای دیگر از جمله امام حسن بصری و امام نخعی آنها هم قول به جمع دارند، لیکن قائل به جمع سوری هستند و جمع سوری این است که نماز ظهر را مؤخر میکند، تأخیر میکند، در آخر وقتش میخواند که چند دقیقه با آخر وقت از او مانده باشه در وقت میخواند و بعد از اینکه نماز ظهر را خواند بعد از اون نماز عصر وقتش داخل میشد و نماز عصر را در اول وقتش میخواند و همچنین نماز مغرب را تأخیر میکند با آخر وقتش و بعد از اینکه نماز مغرب را خواند بعد از اون متصلا نماز عشا که اول وقتی از اوست را در وقت میخواند. پس همه علما قائل به جمع هستند در سفر، لیکن جمهور علما گفتند که جمع تأخیر جمع تقدیم هر دوش رواست، لیکن علمای احناف قولشان این است که جمعی که در احادیث آمده مفهومش جمع سوری هست، به معنی که یک نماز اولی را تأخیر میکند در آخری وقتش میخواند و نماز دومی را تقدیم میکند در اولی وقتش که هر دو را یک جای جمع به این شکل جمع میکند. و جمع کردن گفتن که در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت سفر وارد شده، از جمله حدیث متفق علیه است از خادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت انس بن مالک رضی الله عنه که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا ارتحل في سفره قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هنگام سفر وقتی که نیت حرکت را میکردند، نیت عزم حرکت را میکردند، اگر این عزمشان قبل از زوال آفتاب می بود آنها نماز ظهر را تأخیر میکردند و با نماز عصر یک جای میخواندند و اگر این عزم سفرشان قبل از بعد از زوال آفتاب می بود نماز خود را در جای خود میخواندند و بعد از او در سفر روان میشدند و نماز عصر را هم باز در وقت خودش میخواندند. و در روایت دیگری هم آمده در مستخرج مسلم که از ابو نعیم اصفهانی است، در اونجا آمده که کان اذا کان فی سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در حالت سفر می بودند و آفتاب زوال میکرد نماز ظهر و عصر را یک جای خوانده باز به سفر حرکت میکردند و این دلالت به جمع تقدیم میکند و او حدیث متفق علیه حدیث انس بن مالک دلالت بر جمع تأخیر میکند. پس بنابراین قول جمهور علما است که هر دو جواز داره بدون اشکال، هم جمع تقدیم و هم جمع تأخیر هر دو جواز داره، لیکن عده علما فقط عمل به حدیث متفق علیه کردن و گفتن که افضل جمع تأخیر است و فقط جمع تأخیر مشروعیت داره نه جمع تقدیم. و اما علمای احناف این حدیث را و حدیث دیگر را حمل کردن به جمع سوری که نماز اولی را تأخیر میکند در آخری وقتش میخواند و نماز دومی را در اولی وقتش بعد از او میخواند. و حدیث دیگری هم وارد است، جمله حدیثی که امام مسلم از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در غزوه تبوک بیرون شدیم، سفر کردیم به طرف تبوک به خاطر غزوه تبوک. فکان یصلی الظهر والعصر جمیعا، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز ظهر و عصر را یک جای جمع کرده میخواندند، والمغرب والعشاء جمیعا و نماز مغرب عشاء را یک جای جمع کرده میخواندند. و این حدیث هم عام است، دلالت هم به این میکنه، هم به جمع تقدیم میکند هم به جمع تأخیر. یعنی احتمال دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز ظهر و عصر را مقدما میخواندند و احتمال دارد که هر دو را مؤخرا در وقت عصر میخواندند و همچنین احتمال دارد که نماز مغرب عشاء را مقدما در وقت مغرب میخواندند و احتمال از این هم هست که هر دو را در وقت عشاء میخواندند. لیکن در روایتی که امام ترمذی را روایت کرد در اونجا تحدید آمده، لفظ امام ترمذی چنین است که کان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى ان يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که سفرشان قبل از زوال آفتاب می بود، قبل از وقت ظهر می بود، آنها نماز ظهر مؤخر میکردند با نماز عصر در وقت عصر میخواندند. و اذا ارتحل بعد زیغ الشمس عجل العصر الى الظهر،
وقتی که بعد از زوال آفتاب سفر میکردن، در او وقت نماز عصر را مقدما با ظهر یک جای میخوندن و بعد از او رخت سفر میبستن و صلی الظهر و العصر جمیعا. در او حالت ظهر و عصر هر دو میخوندن. یعنی وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و در یک جای راحت میکردن و بعد از او عزم سفر میگرفتن، اگر این عزم سفرشان قبل از زوال آفتاب میبود، در او صورت حرکت میکردن و نماز ظهر را مؤخرا امرای عصر در وقت عصر میخوندن. و اگر این عزم سفرشان بعد از زوال آفتاب میبود، در او صورت نماز عصر و ظهر را یک جای جمع کرده میخوندن و بعد از او در راه در سفر در راه حرکت میکردن و میرفتند. و همچنین امام احمد رحمت الله علیه از ابن عباس رضی الله عنه روایت میکند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یجمع بین الصلاتین فی السفر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هنگام سفر در بین دو نماز جمع میکردن، المغرب و العشاء و الظهر و العصر. و دو نماز جمع میکردن کدام بود؟ بین مغرب و عشاء جمع میکردن و بین ظهر و عصر جمع میکردن. و با اتفاق علما نماز فجر جمع نمی شود با هیچ نماز دیگر، بلکه نماز فجر با تنهای خود خوانده می شود. و در مورد اینکه آیا جمع کردن افضل است یا هر نماز را در وقت خود خواندنش افضل است، علمای شافعی قولشان این است که جمع کردن جواز دارد، لیکن هر نماز را در وقتش خواندن این افضل است. و امام مالک رحمت الله علیه قولش این است که جمع کردن افضل است، چون در احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده، پس جمع کردن افضل است. و در مورد اینکه آیا جمع کردن در هر سفر است یا در سفر است که انسان در حالت حرکت بوده باشد، به این معنی اگر شخصی در یک شهری مدت یک روز دو روز اقامت میکند، آیا او هم حق جمع کردن را دارد یا اینکه حق جمع کردن برای کسی است که در راه در سفر روان است؟ جمهور علما قولشان این است که حق جمع کردن کسی دارد که در راه روان بوده باشد، و اما کسی که در یک شهری به مدت یک روز دو روز اقامت میکند، این شخص مسافر گفته می شود. حق از این دارد که نمازهای خود را قصر بخواند، اما حق جمع کردن را ندارد، باید هر نماز را در وقت خود بخواند. این قول جمهور علماست و امام ابن قیم رحمت الله علیه در هدی النبی صلی الله علیه و سلم بر این امر تاکید میکند و میگوید که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ وقت ثابت نشده که در یک جایی که برای یک روز دو روز سه روز اقامت میکردن یا بیشتر در اونجا جمع کنند، بلکه احادیثی که در مورد جمع آمده همش دلالت به این میکند که در حالت سفر آنها جمع میکنند، در حالتی که در راه روان می بودند. و این امر در احادیث هم تاکید آمده به این امر یا بیان این امر در احادیث آمده، از جمله حدیثی که امام بخاری از ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که ایشان فرمودند کان النبی صلی الله علیه و سلم یجمع بین المغرب والعشاء اذا جد به السیر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگام بین مغرب و عشاء جمع میکرد که در حالت رفتن میبودند، اما در حالتی که در یک جا توقف میکردن یک روز یا کم و بیش، او حالت جمع نمیکردن، بلکه هر نماز را در وقت خود میخواندن. و همچنین در روایت دیگری آمده که ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند کان النبی صلی الله علیه و سلم یجمع بین الظهر والعصر اذا كان على ظهر السیر و یجمع بین المغرب والعشاء. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بین ظهر و عصر و در بین مغرب و عشاء جمع میکردن در وقتی که بر حالت حرکت و در حالت سیر می بودن، اما در حالت اقامت برای یک روز یا دو روز یا کم و بیش در حالت قصر میخواندن، اما جمع نمیکردن، هر نماز را در وقت خودش میخواندن. و همچنان که علما قولشون بر این است که جمع کردن قصر خواندن نماز در سفر معصیت نیست، بلکه در سفری است که سفر طاعت بوده باشد و یا سفر مباح مثل سفر حج، سفر جهاد یا سفر تجارت یا سفر خبرگیری برای یک شخصی سفر مباح بوده باشد یا سفر طاعت، انسان مسلمان حق جمع کردن را دارد. اما اگر سفر معصیت بوده باشد، مثل یک نفر به یک جای سفر میکند به خاطر دزدی کردن یا به خاطر فروختن شراب یا به خاطر یک سفر معصیتی که دارد سفر میکند، در او حالت حق جمع کردن را ندارد، همچنان که حق قصر خوردن را ندارد. و همچنین علما به این اتفاق نظر دارند که مسافر برای از او نماز جمعه نیست. اگر شخصی در حالت سفر از او در روز جمعه برابر می شود
و بر بالای از او نماز جمعه واجب نیست اگر در جای نماز جمعه برابرش خواند خوب است، اگر نه بر بالای از او واجب نیست نماز جمعه از او ساقط می شود. و همچنین شخصی اگر سفر میکنه نیتش فقط این است که از چیزهایی که شریعت اسلامی در حالت سفر مباح قرار داده از او استفاده کنه، فقط قصد دیگری ندارد. مثلا شخصی سفر میکنه به خاطر از اینکه روزه بخورد، شخصی سفر میکنه به خاطر از اینکه نمازهای خود در وقتش نخواند، فقط جمع بکند. در این حالت شریعت اسلامی میگه که این شخص باید به نقیض قصدش معامله شود. یعنی شریعت بر از او اجازه نمیده که در یک قسم وقتی که نیت از او باشد، قصدی از او این کار بوده باشد، نماز خود را جمع کند یا نماز خود را قصر بخواند و یا اینکه روزه خود را بخورد، چون قصد از او قصد مباح نبوده، قصد نامشروع بوده، لذا به نقیض قصدش عمل میگردد. و بعد از دیدن یک میانبر کوتاه دوباره خدمت شما عزیزان هستم با ادامه این مطلب در روشنی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. با ما باشید. لقد رضی الله عن المؤمنین، به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان میگذشت آگاه بود، پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان هستم با سلام مجدد. در مورد نماز مریض، شخصی که مریض و بیمار می شود، الله متعال او را به بیماری مبتلا می کند، در این مورد هم در مورد از او هم شریعت اسلامی احکامی را قرار داده برای نماز خواندن از او که در وقت صحتی از او این احکام با او فرق می کند و احکامی که در نماز در وقت مریضی برای شریعت اسلام برای شخص مریض قرار داده یسر و آسانی است و چون مرض خودش در ظاهر یک مشکل و یک سختی هست، در مقابل از او الله متعال در ادای عبادات برای از او آسانی را گردانیده. و دوستان عزیز، نماز مریضی یا بیماری در ظاهر خود یک مصیبت و یک مشکلی هست که برای انسان پیش میشه، اما در باطن الله متعال این مریضی را رحمت و مرحمت برای شخص مریض گردانیده، برای شخص مریضی مسلمان که او را مبتلا میکنه. وقتی که مبتلا به یک مریضی میکند صبری از او را میبیند، در مقابل وقتی که صبر میکند الله متعال گناههای از او را میبخشد، الله متعال درجات از او را بلند میکند، الله متعال برای از او اجر و پاداش میبخشد که در حالت صحت و سلامت بودن و اجر و پاداش را به دست آورده نمیتواند. و شخص مریض وقتی که انسان مسلمان در حالت صحت خود هر عملی که انجام میداد و در حالت مریضی خود و عمل را انجام داده نمیتواند، الله متعال ثواب از او را برای از او در حالت مریضی می نویسد و ثواب از او برای از او می رسد و مریضی سبب بخشیدن گناهان از او قرار می گیرد. همچنانه که در حدیث متفق علیه است از صحابی جلیل قدر ابو مسعود انصاری رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما من مسلم یصیبه اذى من مرض فما سواه، هیچ مسلمانی را تکلیف و مشکلی نمی رسد که چه مریضی باشد چه غیر مریضی، الا حتی الله به من سیئاته کما تحط الشجرة ورقها، مگر اینکه به سبب این مریضی، به سبب این مشکل الله متعال گناهان ازی را می بخشد، گناهان ازی از بدن ازی می تکد و دور می شود، همچنانه که درخت در موسم خزان برگهای خود را از خود می اندازد. همین قسم گناهان توسط مریضی از بدن انسان دور می شود، از این انسان مریض دور می شود و مورد بخشش الله متعال قرار می گیرد. و همچنین امام ابو داود رحمت الله علیه روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دیدن خانمی به نام ام علا که مریض و بیمار بودن رفتند و برای ایشان فرمودند: ابشر یا ام علا فان مرض المسلم يذهب الله به الخطايا كما تذهب النار خبث الحديد والفضه. خوشخبری باد برای تو ام علا که الله متعال همچنانه که طلا و نقره
وقتی که در آتش گذاشته می شود و ضعیف و چتلی های از اطلاع و نقره دور می شود، همین قسم وقتی که الله متعال بنده خود را با مریضی ها مبتلا می کند، توسط این مریضی گناه های از او دور می کند، گناه از او را می بخشد و اون را از گناه پاک می سازد. و در حدیث است که ما جعل الله داء الا جعل له دواء، الله متعال هیچ مریضی را قرار نداده مگر در مقابل از او دوای برای از او گردانیده و بهترین دوا رقیه شرعی است یا خواندن آیات قرآن کریم و چوف کردن در بالای خودش شخص مریض یا شخص دیگری در بالای شخص مریض چوف کردن است که الله متعال می‌فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، ما از قرآن کریم آیاتی نازل کردیم که او شفا و رحمت برای مسلمان هاست. و در آیت دیگر می‌فرماید که قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء، بگو ای پیغمبر این قرآن کریم برای کسایی که ایمان آوردن هم مایه هدایت و هم مایه شفا از مریضی ها و از مریضی های باطنی و خارجی هست. و علما همه به اتفاق نظر دارند که اصل در نماز این است که وقتی که انسان جور و صحیح بوده باشد باید استادکایی نماز بخواند و همه ارکان نماز را به شکل صحیح قیام و قعده و رکوع را انجام بدهد. لیکن در حالت مریضی اینها از انسان ساقط می شود. وقتی که انسان قیام کرده نمیتواند، میتواند که نشسته نماز بخواند. وقتی که نشسته نماز خوانده نمیتواند، میتواند که به پهلوی خود خوابیده نماز بخواند. وقتی که به پهلو هم خوابیده نماز خوانده نمیتواند، میتواند که به پشت سر خود خوابیده نماز بخواند. و وقتی که رکوع و سجده کرده نمیتواند، میتواند که با اشاره سر رکوع و سجده کند و نماز خود را بخواند. این مطلب در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده، از جمله حدیثی که امام بخاری از عمران بن حسین رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند کانت لی بواسیر فسألت النبی صلی الله علیه و سلم عن الصلاة، من مرض بواسیر داشتم. بواسیر مرض است که در مقعد انسان میبراید، گوشت اضافگی. میگه که من مرض بواسیر داشتم و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد خواندن نماز پرسیدم، فقال صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای این صحابی جلیل قدر یک قاعده برای بیان کردن که شخص مریض این است که اول باید استادکایی نماز بخواند، اگر استطاعت را نداشت ششتکایی نماز بخواند و اگر استطاعت ششتن را هم نداشت به پهلوی راست خود خوابیده نماز بخواند. و در روایت دیگری در سنن نسائی آمده که فرمودن فإن لم تستطع فمستلقیا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، اگر به پهلوی خود هم خوابیده نماز خواندن نتونستی، در اون صورت میتونی که با پشت خوابیده نماز خود را بخوانی. اگر با پشت هم نتونستی، در اون صورت الله متعال تر دیگه تکلیف نمیدهد، فلا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی از طاقت تو دیگه بیرون است. و همچنین اگر کسی رکوع و سجده هم کرده نتواند، میتواند که با اشاره سر رکوع و سجده را انجام بدهد و نماز خود را بخواند و نماز در هیچ حالتی از انسان مسلمان ساقط نمی شود. و امام بیهقی رحمت الله، امام دارقطنی رحمت الله علیه از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یصلی المریض قائما ان استطاع، شخص مریض اگر استطاعت قیام را داشته باشد استادکایی نماز میخواند، فإن لم یستطع فقاعدا، اگر استطاعت قیام را نداشت پس ششتکایی نماز میخواند. و در ششتکایی افضل است که متربع نماز بخواند، یعنی چهار زانو کرده بنشیند، چون در حدیثی که امام نسائی و امام حاکم را روایت میکنند از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها که ایشان فرمودند رأیت النبی صلی الله علیه و سلم یصلی متربعا، که من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم که در وقت مریضی خود چهار زانو نشسته نماز خود را میخواندند و اگر به شکلی که در قعده میشیند به این شکل هم بشیند اشکالی ندارد. بعضو فرمودند فإن لم يستطع أن يسجد أو مع برأسه وصلى سجوده أخفض من ركوعه، و اگر استطاعت ازیر نداشت که سجده کند در اون صورت اشاره به اشاره سر سجده میکند و اشاره سجدهش پایانتر می باشد اشاره رکوعش کرده، یعنی به اشاره سر هم رکوع میتواند بکند و هم سجده. اشاره رکوع کمتر از اشاره سجده می باشد و اشاره سجده پایانتر از اشاره رکوع می باشد.
فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبله. اگر نتواند که نشسته نماز بخواند در او حالت بر پهلوی راست خود خوابیده و روی خود را طرف قبله گردانیده نماز خود را میخواند. فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبله. اگر نتواند که به پهلوی راست خود بخوابد در او صورت به پشت خود میخوابد و پاهایش به طرف قبله نماز خود را با اشاره میخواند. و این حدیث و احادیث دیگری هم دلالت به این میکنند که نماز هیچ وقت از انسان نمازگزار ساقط نمی شود و در هر حالت باید انسان نماز خود را ترک نکند، حتی که بعضی علما قولشان این است که اگر هیچ اشاره سر هم نمیتونست با اشاره چشمان خود پلکان خود بخواند و او هم نمیتونست با اشاره قلب خود و بعد از او دیگه از او نماز ساقط میشه اگر قلبش هم به اشاره بعضی علما گفتن که بعض حالتی به پشت خوابیدن و اشاره کردن دیگر ساقط می شود و بعضی گفتن نه به او هم ساقط نمی شود اگر به اشاره چشم هم بتواند باید بخواند و بعضی ها هم گفتن که حتی اگر قلبش زنده بوده باشد و با قلبش نیت کند باید بخواند، این در هیچ حالتی ساقط نمی شود. و اگر کسی سجده کرده نتانست یا رکوع کرده نتانست باید به اشاره بخواند و حق ندارد که لوحه پیش روی خود ایستاد بکند یا بر بالای دیواری یا بر بالای تخته یا بر بالای میزی یا بر بالای بالشتی سجده کند، بلکه اگر نتانست به زمین سجده کند با اشاره سجده و رکوع را انجام میدهد. و این مطلب در حدیثی از امام بیهقی و امام حاکم از حضرت جابر بن عبدالله روایت کردند که ایشان فرمودند عاد النبی صلی الله علیه و سلم مریضا فرآه یصلی علی وسادة فرما بها. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک مریضی را عیادت کردند، خبر گرفتند و دیدند که این مریض رکوع و سجده کرده نمیتواند و بالش جلوی خود گذاشته در حالت رکوع و سجده سر خود را بر بالای بالش میگذارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این بالش را گرفتن دور انداختن و فرمودند صلی علی الارض ان استطعت و الا فومی ایماء. اگر استطاعتی از این را داری که بر روی زمین سجده کنی تو این کار را بکن و اگر نتانی فاومی ایمان پس تو به اشاره سر نماز بخوان، سجده خود را رکوع خود را به اشاره سر بکن. وجعل سجودک اخفض من رکوعک و وقتی که به اشاره نماز میخوانی سجده اشاره سجده پایانتر باشد اشاره رکوعت. پس نماز به قدر استطاعت بر بالای انسان اعمال نماز فرض است. هر عملی را که از استطاعتی از او بیرون است و عمل را شخص حق دارد که انجام ندهد. و معیار استطاعت چی هست؟ معیار عدم استطاعت این ناتوانی چی است؟ علما گفتن که معیار عدم استطاعت یا ناتوانی این است که این شخص دچار مشقت شود، دچار دشواری شود. اگر این کار را انجام بدهد، این عمل را انجام بدهد، این رکن از ارکان نماز را انجام بدهد، این دچار مشقت و دشواری شود، یا اینکه دچار خوف یا هلاکت بوده باشد، خوف زیاده مرض یا هلاکت بوده باشد. پس معیار مشقت این است که مثلا شخصی رکوع کرده نمیتواند، اگر رکوع کند مشقت بر او حاصل می شود، دشوار از برش، یا اینکه مرضش زیاد می شود و یا اینکه خوف هلاکتی از اوست. و همچنین رکوع و همچنین سجده و همچنین قعده هر رکن از ارکان نماز را اگر استطاعت نداشت و عدم استطاعت گفتیم است که یا مشقت یعنی ناتوان بوده باشد از کردن از او، یا اینکه بتواند لیکن در عین وقت مرضی از او با کردن این کار زیاد شود یا خوف هلاکتی از او باشد، این شخص عدم مستطاع گفته می شود. عدم استطاعت یعنی این شخص ناتوان گفته می شود و میتواند که این شخص این عمل را، این فعلی از افعال نماز را، این رکن از ارکان نماز را انجام ندهد و از او ساقط می گردد. و در اینجا وقت برنامه ما به پایان می رسد و احکام باب نماز و نماز مسافر و مریض هم در اینجا به خاتمه می رسد و در قسمت آینده ان شاء الله تعالی با باب جدیدی از باب نماز خدمت شما خواهم بود. تا با وقت الله حافظ و نگهبانتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.